قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. برادر عزیزم سردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اذن الله و با یاد شهدای عزیز نبرد مقدس با رژیم صهیونیستی و به یاد فرماندهان آسمانی و جاودانه این نبرد، به ویژه سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی و سرلشکر پاسدار شهید محمد رضا زاهدی و سردار شهید محمد هادی حاج رحیمی و سایر عزیزان همرزم این فرماندهان عملیات وعده صادق را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی آغاز کنید. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. اللهم این عملیات پاسخی بود به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه که در آن جمعی از مستشاران نظامی کشورمان به شهادت رسیدند. عملیات سپاه با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح و با حمایت و همراهی ارتش و پشتیبانی وزارت دفاع و با بهره‌گیری از ده‌ها پهپاد و همچنین ده‌ها موشک کروز و بالستیک انجام شد. با وجود آمادگی کامل سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی و آمریکا و کمک پدافندی حدود 10 کشور، موشک‌های سپاه با موفقیت به اهداف از پیش تعیین شده اصابت کردند.